حالا یرسون آزاد جعفرزاده جلوی دروازه گل. آزاد جعفرزاده حساب کار 1-0 کرد. آزاد جعفرزاده نخستین گل داماش رو به ثمر رسوند. مدافع پیشتاخته داماش حساب کار 1-0 کرد. یه شسته کریستیانو گرفته پشت تو، این ضربه از راه تو خوبم زد توی دروازه. از چه فاصله ای هم زد یار شماره 7. یه پشتک بارو هم زد، واقعا هم خوب زد انصافا. داماش بکنم دومین گلی هستش که در رشت دریافت میکنه. اولین گل رو ما از سپیرون خوردیم، باز هم یه گل خوردیم، اونم رو ضربه شروع مجدد. امیرحسین یحیی زاده گفتم جست کریستیانو گرفت، خوبم زد انصافا. توپم خیلی خوب کات برداشت. گل اول برای رایکا. یه پاس به جلو، میاد یزدانی فرار کرده، خود میاد یزدانی چیپو بندازه، دروازه خالی، گل توی دروازه، گل برای داماش. میاد یزدانی بالاخره زهرش رید. چه چیپ خوشگلی زد میاد یزدانی. داماش 2 رایکا 3. پیراهنش هم نشون میده با هوادارا. میاد یزدانی چیپ خوشگلی رو انداخت. میاد یزدانی چه پاس گلی رو داد، فکر کنم رستمی بود از راه دور. داماش رو به دومین گل رسوند. حالا 2-1 بازی به سود داماش میشه. قشنگ ورزشکار به وجد آورد میاد یزدانی.